در اصطلاح قرآنی میگن تخویف. گاهی الله تعالی میترساند و تهدید میفرماید نسبت به عذاب قیامت، چنانچه هر چیز ذکر جهنم هست و ذکر سختی های آخرت هست، اینها همه تخویفند، همه بیم دادن از عذاب آخرتند. و گاهی الله تعالی بیم میدهد و میترساند از عذاب دنیا. معنیش اینه که کافران، مشرکان، ظالمان فکر نکنند که فقط جهنم در انتظارشون هست، چون اونها به عذاب جهنم اعتقادم نداشتند، باورم نداشتند. الله عزوجل در همین دنیا نمونه های از عذاب را ذکر می کند که این نمونه ها را ببینید. بیشتر نمونه های معروف در قرآن عذاب قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، قوم شعیب، اینها را الله تعالی به عنوان نمونه ذکر می فرماید. اینا معروف بودند، همه می دانستند. لذا اینها را که خدا ذکر می فرماید، اینها را در اصطلاح میگن تخویف دنیوی. گاهی الله تعالی به وسیله ترسوندن و تهدید کردن و بیم دادن میخواد که بندگان متوجه بشن. بعضیا به وسیله بشارت، خوشخبری هم دو نوع هست. هم الله تعالی نسبت به آخرت خوشخبری میده که اونجا ناز و نعمت و جنات نعیم هست، و گاهی به وسیله عرض به خدمت شما که بشارت در دنیا که در دنیا برای شما فتح از پیروزی هست، موفقیت هست، مثل آیه شریفه اذا جاء نصر الله والفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا. منظور اینه عزیزان که الله تعالی برای این که بندگان بفهمند، متوجه بشوند. خب مؤمن زود میفهمد، اما همگان بفهمند، همه متوجه بشند، موافق مخالف، مؤمن و مشرک، الله تعالی روش های مختلفی را ذکر می کند. یکی از اون روش ها همین تخویف است، همین تهدید هست، بیم دادن به عذاب دنیوی هست که در این آیات ما خواندیم. قبلا خدا دلائل عقل را ذکر می فرمود، حالا الله می فرماید اولم یسیروا فی الارض، آیا این مخالفان شما، این دشمنان شما در زمین سیر نمی کنند، در زمین نمی گردند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، ببینند، تماشا کنند چگونه شد عاقبت و انجام کسانی که بودند قبل از اینها. انجام اونها را ببینند، نتیجه انکار اونها را ببینند، نتیجه کفر و شرک اونها را ببینند. خب شاید کسی بگه که اون اقوام گذشته که هلاک شدند اونا امکاناتی نداشتند، اونا جمعیتشون کم بود، اونا اسلحه نداشتند، اونا مال نداشتند، اونها ساختمانهای محکم نداشتند، اونها قلعه نداشتند. الله تعالی می فرماید نه، اونها از شما بیشتر داشتند. استحکام قلعه های اونها از قلعه های شما بیشتر بود. کانوا هم اشد منهم قوه، الله می فرماید آنان نسبت به اینها قویتر بودند. اشد منهم قوه، از نظر قوت، از نظر نیروی جسمی، توان جسمی، از اینها هم قویتر بودند، خیلی نیرومند. الله تعالی درباره بعضی از اونها مثل قوم عاد می فرماید التي لم يخلق مثلها فی البلاد، چنان نیرومند، چنان قوی هیکل، چنان قد و قامت داشتند که لم یخلق مثلها فی البلاد. الله می فرماید در این شهرهایی که من بندگان را خلق کردم مثل اونها آفریده نشده بود، اونها خیلی قوی بودند. لذا کانوا هم
اشد منهم قوه، آنها از اینها از نظر قوت خیلی شدیدتر و قویتر. و کسی بگه شاید اونها مال نداشتن، سرمایه نداشتن، و آثارا فی الارض، اما از نظر آثار مالی، آثار مالی مثل چی؟ مثل قلعه‌های محکم، مثل باغ‌های آباد، مثل ویلاهای بزرگ. الله می‌فرماید اونها آثارشون در زمین بیشتر بود. و آثارا فی الارض، چنان قلعه‌هایی داشتند که بعضی از قلعه‌ها در بعضی بلاد هست، امروز به عنوان آثار باستانی هست، مربوط به چند هزار سال پیشه. انسان تعجب میکنه که این آثار، اینها را انسانها چطور ساختند. بعضی ها چنان در بلندها، در قله ها ساخت و ساز کردند و آثار بستند که همه تعجب میکنند اونجا چطور این امکانات را بردن. اون زمان ماشین های امروز نبود، امکانات امروز نبود، بالابرهای امروز نبود، چطور این انسان ها این همه امکانات را به اون بالا، به اون قله بردن رسوندند. الله تعالی اونها را خیلی قوی آفریده بود. امروز بشر ضعیف است، دستگاه خدا برایشون درست کرده، امکانات درست کرده. اگر در گذشته این دستگاه ها نبود، خود اون انسان ها به اندازه این دستگاه ها کار میکردند. لذا الله میفرماید آثار اونها، مفسرین میگن مثل القلاع الحصینه، مثل قلعه های محکم، خیلی بیشتر بود. اون نیست که اینها چیزی نداشتن، اونها قدرت نداشتن، اونها مال نداشتن، اونها توان نداشتن، نه، اونها خیلی از شما، بالخصوص شما قریش مکه، قوی تر بودند. چون قریشی ها میگفتن اونها ضعیف بودند که عذاب دیدند. الله میفرماید اونها از شما قوی تر بودند. اما فاخذهم الله بذنوبهم، خداوند اونها را به سبب گناهانشون مؤاخذه فرمود. خداوند به سبب گناهانشان آنها را گرفتار کرد. همیشه عزیزان، چیزی که برای انسانها بدبختی میاره گناه است. حالا گناه از شرک و کفر گرفته که بزرگترین گناهان است، و از ظلم و ستم گرفته که نسبت به حقوق العباد بزرگترین گناهان است. این گناهان سبب شده که انسانها هلاک بشند. الله عزوجل در یه جایی میفرماید نسبت به اقوام گذشته، ردیف میفرماید ذکر اقوام گذشته را، میفرماید فکلا اخذنا بذنبه، همه اینها را ما به سبب گناهانشون مؤاخذه کردیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اینها بادهای تندی که همراه با خودشون شن و سنگساری داشتن، گویا سنگها را بر اونها باراندیم، چنین بادهای فرستادیم. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی از اینها چنان اقوامی بودن که صیحه و عذاب آسمانی، صدا و فریاد مهیب جگرهایشون را پاره کرد و اونها را سکته داد. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی از اونها کسانی بودند که در زمین اونها را خسف کردیم. و منهم من اغرقنا، بعضی از اینها کسانی بودند که غرقشون کردیم. همه این عذابها را الله ذکر میفرماید. در پایان میفرماید و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. الله بر اونها ظلم نکرد، اونها خود بر خود ظلم و ستم کردند. لذا بر هر قومی که عذاب میاد، این ظلمی هست که خودش بر خودش میکنه. اینجا هم الله میفرماید که فاخذهم الله بذنوبهم، خداوند اینها را مؤاخذه کرد به سبب گناهانشون، به سبب معاصیشون، به سبب تمرد و سرکشیشون. و ما کان لهم من الله من واق، و نبود برای آنان از عذاب خدا هیچ حفاظت کننده ای. چون بعضی از مردم خیلی مغرورند، فکر میکنند که عذاب خدا بیاد
ما حفاظت میشیم. بعضی ها خب مشرک صفت هستند، میگویند این خدایان نمیگذارند که ما عذاب ببینیم، این معبودان نمیگذارند، این بزرگانی که ما اونها را فریاد میزنیم نمیگذارند، این انسانهای با شخصیت، انسانهای مقدس یا جنات یا ملائکه یا فلان یا فلان، اینها نمیگذارند. بعضی ها به این دل خوش کردند. بعضی ها فکر میکنند که در این زمان مال ما، سرمایه ما، امکانات ما، تدبیر ما، برنامه ریزی ما، اسلحه ما، توپ و تانک ما، موشکهای ما را نجات میده. هر یکی یک ایده داره، یک فکری دارد. اما الله عزوجل اینجا میفرماید و ما کان لهم من الله من واق، از عذاب خدای عزوجل هیچ حفاظت کننده‌ای برای آنها نبود، هیچ نجات دهنده‌ای برایشون نبود. وقتی که عذاب الهی آمد نتوانستند نجات بیابند. کسانی که فکر میکنند خدایان ما، بزرگان، اولیاء، ائمه، انبیا، شخصیت ها، اینها ما را نجات میدهند، اینها باید بدانند که وقتی که خدا را ناراضی کردند، وقتی که خدا را برنجانند، وقتی که خدا و رحمت خدا از اونها برگردد، هیچ چیزی نمیتونه اونها را نجات بده. الله عزوجل در قرآن میفرماید فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، چرا اینها را یاری نرساندند؟ وقتی که عذاب ما آمد، وقتی که گرفت ما آمد، وقتی که مصیبت از سوی ما آمد، چرا اونها را یاری نکرد؟ آن شخصیت هایی، آن افرادی، آن بزرگانی که اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اونهایی که بغیر از الله به منظور تقرب اونها را معبود گرفته بودند، اونها کرنش میکردند، جلوی اونها سرخم میکردند، برای اونها سجده میکردند، برای اونها طواف میکردند و آستانهای اونها را بوسه میزدند، اونها اونجا میبردند نذر و نیاز و خیرات خودشون را میکشتند، شترها و گوسفندها را ذبح میکردند. چرا اونها یاریشون نکردند؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. و یه جای دیگه الله میفرماید فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، اون آلهه اونها، اون خدایان اونها، اون معبودان اونها که اونها را فریاد میزدن بغیر از الله، اونها هیچ چیزی را دفع نکردن از اونها هیچ مصیبتی را دور نکردن از اونها. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. خیلی از انسانها مغرور بودن، مثل مشرکین مکه. مشرکین مکه میگفتند که این کسانی که ما اینها را فریاد میزنیم، این کسانی که ما از اونها استمداد میطلبیم، اینها فردا شفاعت ما میکنند، سفارش ما را میکنند. الله عزوجل میفرماید الله عزوجل میفرماید فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ذره از اینها مشکل را دفع نکردند، عذاب را دور نکردند. درود شریف بخوانید. اللهم صل علی سیدنا محمد. لذا عزیزان، اون شفاعتی و اون سفارشی که اهل خرافات همیشه برای خودشون ادعا دارند، اون را الله عزوجل اینجا رد میفرماید. مشرکین هم اعتقاد به سفارش داشتند، مشرکین مکه اعتقاد به قیامت که نداشتند،
هیچ مشرکی اعتقاد درست به قیامت نداره، اما اونها اعتقاد به سفارش در دنیا داشتند. اونها میگفتند هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این کسانی که ما فریاد میزنیم، ما برای اونها نظر و نیاز میکنیم، خیرات میکشیم، اگر فردا برای ما مصیبتی بیاد، از طرف خدا برای ما مشکلی بیاد، اینها سفارش میکنند، اینها جلوی مشکل میگیرند. هؤلاء شفعاؤنا عند الله به این معنا الله میفرماید وقتی که اون مشرکان را، وقتی که اون انسانهایی که غیر خدا را میپرستیدند، زمانی که برای اونها عذاب آمد، ما اونها را مؤاخذه کردیم و ما کان لهم من الله من واق، برای آنها از عذاب الله هیچ حفاظت کننده ای نبود، هیچ کسی که نگهدارنده اونها باشه. وقتی که الله عزوجل ناراضی بشه، وقتی که الله تعالی برنجد و انسان در عبادت خدا با خدا شریک بگیرد، اون وقت هیچ کسی نمیتونه، حتی فرشتگان کم میارند. فرشتگان را الله تعالی میپرسد، ما نمونه زیاد داریم، نمونه هم از فرشتگان داریم، هم از انبیا داریم. به عیسی علیه السلام آیه معروف همیشه خوانده میشه، الله میفرماید اینها را شما گفته بودید که من و مادرم را عبادت کنید؟ عیسی میگه سبحانک، پروردگار تو پاکی،